سلام خدمت دوستان عزیز. امروز اومدم با آموزش اون فایلایی که مثلا پنهان هست توی کامپیوتر رو با یه روشی همه اونا رو توی کامپیوتر مشخص کنیم و همه اونا معلوم باشه که توی کامپیوتر دقیقا کجاست، چجوریه، چجوری نیست. پس حتما پیجمو فالو کنید چون چیزای خوبی واسه کامپیوتر میذارم و فالو یادتون نره. بریم سراغ آموزش. بزنید روی قسمت سرچ، بعد بزنید کنترل پنل. خب اینا یا کانترل به انگلیسی، خب به فارسی کنترل. بعد بیاید رو قسمت فولدر آپشنز، اولش اونجا رو بزنید روی لارج آیکونز. لارج آیکونز رو که زدید یه همچین چیزی میاد. بعد بزنید رو فولدر آپشن، اون قسمت بالا زده ویو رو که آوردید اونجا زده don't show hidden files. واسه همه ما اولش همون. بعد شما باید روی پایینیش قرار بدید که زده show hidden files folders and drives. بعد میزنیم رو اون و اپلای رو میزنیم اون قسمت پایین و اوکی رو میزنیم و تمام. بعد تمام فایل‌های پنهان کامپیوتر ما دیگه الان معلومه. برید توی قسمت فولدرها مثلا اپدیت ها و اینا همشون مشخصه، خواستید میرید نگاه میکنید. و این بود از آموزش من. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.